قدیما تو مهمانی‌ها نوجوانای مجلس با هم کشتی مینداختن. من تنها نوجوانی بودم که تو هیچ مجلسی کشتی نتونستم ببرم، همیشه میباختم. آقام از حرصش من برد پیش یکی از رفیقاش که کلاس کشتی داشت ثبت نام کشتی کرد. این مربی اصلا امکاناتی تو کلاسش نداشت، یعنی تشک کشتی نداشت. برداشته بود رو موزاییک عکس تشک کشتی کشیده بود. 7 تا شاگرد داشت با اینا کلا در مورد کشتی فقط صحبت میکرد، اصلا امکانات عملی نداشت. من اضافه شدم بهشان، شدیم 8 نفر با ذوق و شوق. گفت بچا 8 وزنمون تکمیل شد، ان شاءالله فردا میخوام مسابقات استانی شرکت کنیم. ورداش برای تیم اسم گذاشت ما میتوانیم، هیچ خودش هم میدونست ما نمیتونیم. بعد به من گفت آقا کریمی آماده ای؟ گفتم والا من اصلا ثبت نام نکردم. با اون 7 نفر باز یه صحبتی در مورد کشتی کردی، با من اون صحبت هم نکردی. من خیلی بخوام آماده باشم همین صبح فقط بیدار بمونم تا صبح ببینم چه غلطی باید بکنم. فرداش توی مسابقات استانی اون تشک کشتیشو برداشته بودن، دیشبش با رنگ روغنی آبی رنگ زده بودن که مثلا جلوه بصری خوبی داشته باشه جلوی دوربین و مثلا عکاس و فلان. بعد افتتاحیه‌اش ما بودیم با تیم قهرمان استان پارسال. یه دونه جلال قصاب تو اونا داشتم، من فکر می‌کردم شغلش قصابیه. بعدم فهمیدم بابا این حریفاش همچه ناجور میزنن بهش میگن جلال قصاب. این 7 دفعه حقش خورده بودن، 6 دفعه قهرمان استان شده بود، اصلا حریفاش دست کم نمیگرفت. داور برگشت به ما دوتا گفتش که آقا حواستون باشه زمین تشک یه خود رنگی است، از فنون سرپا ترجیحاً استفاده کنید که رنگی نشید. من قرمز بودم اون آبی، من اصلا فن بلد نبودم، هیچ نمی‌دونستم سرپا و خوابیده فرقش چیه. داور سوت زد، من نصف صدای سوت داور تو ارتفاع داشتم میشیدم، اصلا نفهمیدم این کی جلال قصابه منو برده بود بالا، از مچ پاهای من گرفته بود، من از پشتش آویزان بودم، از لای پاش داشتم به مربی نگاه میکردم. گفتم چی کنم الان؟ گفت فقط خودت صفر کن. این وقتی من ازت وسط دوشک نصف آبیش چسبید پشت من از پشت آبی بودم، از جلوی قرمز. 4 امتیاز داور بهش داد، یه بار دیگه زد دوباره 4 امتیاز بهش داد، این دفعه منو برگردون اینوری زد دوباره 4 امتیاز داد، منو بلند کرد بالا تو هوا. به داور گفتم آی داور این 12 امتیاز گرفت، 10 امتیاز فقط کشتی داره، 2 امتیاز هم به من بدهکار شد. که از اون ور هیئت داوران به داوره اشاره کردن که آقا این تو فن نداره قشنگ میزنه، بذارید ادامه بلکه بدونیم ازش تصاویر روزنامه انتخاب کنیم. این 40 بار کلا من دور تشک زد، رو تشک دیگه کلا اصلا رنگ نمونده بود، من هیکلم کلا آبی شده بود. 160 امتیاز گرفت، اولین کشتی بود که 160 هیچ تمام شد. من نگذاشت زمین، هم من آبی بودم هم خود یارو آبی بود. کلا مربی حریف نمی‌دونست ما کدام ما شاگردشیم، به جفتمونم میگفت آفرین کارت عالی بود. داور می‌خواست ببینه ما کدام ما قهرمانیم کدام ما بازنده، ما رو بو می‌کرد ببینه کدام ما بوی رنگ بدیم. اون یکی قهرمان اعلام کرد، بعد اون رفت دوش گرفت، من بردم با تینل فوری اونجا میشستن.